اتفاق نویسندگان تاجیکستان آمدیم به بزم گرمی سخن. در این محفل همه چیز ارزش داشت. این زمان، این مکان یک بارگاه سبز بهار را میماند و میزبان قهرمان ملت، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک، استاد صدرالدین عینی، آیتخوان صبح سفید را. استاد عینی قریب در تمام رشته های علم و ادب اثر آفریدند و در همه جبهه ها زبردست بودند. اولین نفری هستند که به طور کوتاه تاریخ ادبیات تاجیک را نوشتند و در همون اثر ماندگار تاریخی یعنی نمونه ادبیات تاجیک برای چی سردفتر ادبیات تاجیک و فارس شدن استاد رودکی را ذکر کردند. میگویند که تا استاد رودکی هم تاجیکان شاعر داشتند، شعر داشتند، لیکن شاعری که صاحب دیوان باشد و در همه ژانرهای شعر سروده باشد و از ایجادیاتش یک تأثیرات عمومی درباره شعر و شاعری پیدا شود نبود و اولین همین خیل شخص استاد رودکی را شمرده پایه‌گذاری ادبیات فارسی تاجیکی اعلان کردند و تا امروز این فکر از جانب همه شرقشناسان، از جانب همه دانشمندان ادبیات تاجیکی و فارسی اعتراف شده است. در خصوص خود استاد عینی هم همین را میتوان گفت که در دوره نوین هم در عصر 20 هم پیش از استاد عینی یا در ردیف استاد عینی شاعر و نویسنده های زیادی بودند، ایجاد کردند و بسیار زبردستان هم بودند، از قبیل منظم، حمدی و دیگران. لیکن ادیبی که صاحب قلمی که ادبیات را با همه ژرفای و پهنایش فرا گرفته باشد، در همه موضوعها اثر ایجاد کرده باشد، در همه ژانرها نوشته باشد و در برابر این غایه های زمان، اندیشه نو، زمان نو، انسان نو را تصویر کرده باشد نبود و اولین همین خیل یک ادیب، یک نویسنده، شاعر، پوبلیسیست، ادبیات شناس، زبان شناس، لغت شناس استاد عینی بودند و برای همین هم ما استاد عینی را نه تنها پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک، پایه‌گذار ادبیات شناسی نوین تاجیک، بلکه می توانیم پایه‌گذار فرهنگ نوی تاجیکان اعتراف کنیم. امسال به زادروز استاد بزرگوار ادبیات تاجیک استاد عینی 140 سال پر می شود و به این مناسبت در تمام مکتب و دانشگاه ها، در تمام تشکیلات و مؤسسه ها، کنفرانس ها، جمع آمد ها، محفل های ادبی، محفل های علمی دایر می شوند و ما نیز در اتفاق نویسندگان قرار دادیم که زادروز استاد عینی یک روز نباشد، بلکه تمام سال سال استاد عینی باشد، سال یادکرد و گرامی داشت استاد عینی باشد. بنابراین یک نقشه چاره‌بینی ها ساخته شده است و در چند پیش در اول کار ما تجلیل 100 سالگی شعر مشهور استاد عینی مارش حریت را سازمان دادیم. چنان که میدانید این شعر اولین شعر تاجیکستان نوین است. در دوره نوی کشور ما، خلق ما، شعر اولین است که هم از جهت شکل نو است و هم از جهت مضمون و غایه و شعر هست که مردم ما را به مبارزه دعوت کرد، به مبارزه
نه تنها علیه زمان کهنه، زمان ظلم و استبداد، بلکه به خودشناسی، به خودآگاهی، به سازندگی و بنیادکاری دعوت کرد. چنانکه همگان آگاهند، استاد عینی کار ادبی را از شعر سر کرد و سالهای زیاد فقط شعر ایجاد میکرد. در شعر نیز بسیار زبردست است. نه فقط غزل نوشتند، رباعی ها نوشتند، قطعه و این ژانرهای کلاسیکی شعر را ایجاد کردند، بلکه شعرهای نو گفتند در وصف ساخت نو شوروی، در وصف تاجیکستان نو، در وصف جوانانی که آینده این دولت و ملتند، در وصف همه بنیادکاری های تاجیکستان شوروی شعرهای زیاد گفتند و اون همه شعرها هم در شکل کتاب های علاهده و هم در داخل قصه و رمانهایشان جای گرفتند و طبیعی است که محفل دوم ما درباره شعر استاد عینی بود. امروز صحبت ما از شعر استاد عینی است، یعنی عینی همچون شاعر بار دیگر مورد صحبت ما قرار میگیرد و من از گرداننده این محفل شاعر دانشمند و دانشمند شاعرمان استاد اسکر حکیم خواهش میکنم که روی صحنه بیایند و این محفل را گردان کنند. مرحمت. ای همه شیرین لبان افتاده در بند شما، یعنی از جان بنده لعلی شکرخند شما. از خرام دوش در دعوای رعنایی به باغ بند کرده نیشکر را قامت قند شما. ای قد و رخسار و زلف و چشم و ابرو رحمت، یک دل مسکین چه خواهد کرد با چند شما. دوستان عزیز، رئیس اتحادیه نویسندگان شاعر محبوب ما نظام قاسم در سخن افتتاحیشان گفتند که استاد عینی پیش از همه شاعر بود و من در دوام این سخن ایشان می افزایم که استاد عینی همیشه شاعر بود. و حالا می خواهم این یک نکته بسیار هم به نظر شاید شما عجیب را اثبات کنم، زیرا اکثر ما در اینجا نشستگان استاد عینی را همچون نویسنده زبردست میشناسیم و واقعا درست هم هست. دعوای من با آن که استاد عینی سرشتن شاعر بود از آن عبارت است که اگر استاد عینی سرشتن شاعر نمیشد، نویسنده هم نمیشد. زیرا آن عشق سخن که در دل نویسنده استاد صدرالدین عینی پرورش یافت از زمان شاعریشان شروع شده است. زیرا پدر استاد خب همچون شاعر نام نبرآورده باشند هم اما از شعر آگاه بودند و شعر هم می گفتند و گذشتگانشان هم نیست. بنابر همین به عینی با پسری کوچکشان عشق شعر را از بچگیش در دلش جای کردند. بعد از آن شما از یادداشت‌ها خوب می‌دانید که خب در اون مکتب دخترانه‌ای که خب صدرالدین جوان تحصیل می‌کرد، اون حبیبه عاشق چخیر شعرهای حافظ و کمال با سوز و گداز می‌خواند و استاد عینی در یادداشت‌ها می‌نویسند که وقتی که من گوش می‌کردم مرا یک کیفیت گوارای فرا می‌گرفت، هرچند چی گفتنش را نمی‌فهمیدم، یعنی در تماما بچگیشان. بعد از آن خوب دوره خواندن در مدرسه، آشنایی خوب و خدمت در درگاه شریف جان مخدومی صدر ضیا، آشنایی با حیرت و دیگر شعرایی که در این محفل بودند، همیشه عشق سخن را در دل استاد پرورش میداد. اما اکنون یک سوال دیگر، وقتی که ما شاعر میگوییم معمولا چگونه کس را پیش
شاید یک کسی مثلا مثل نظام قاسم موزون قامت بلند زیبا و خب بسیار هم نازک و دلپسند را خب پیش نظر می آوریم و تصور میکنیم که او مثلا حافظ، مثل هلالی، مثل دیگران اشعار بسیار هم دلچسب غنایی میگوید. این تصورات ما هم از شاعر غلط نیست، اما شاعران دیگر نیز هستند که از قبیله دیگر هستند، مثلا مثل هومر یونانی، فردوسی توسی، دانته ایتالیایی یا که هوته آلمانی که در برابر نامشان یک شکوه و شهامت دیگری پیش نظر کس جلوگر می شود. اینها هم شاعر هستند. و حالا ببینیم که اون تصوراتی که ما از استاد عینی داریم خب در همون تصور اولمون باقی میماند یا که اینها را هم با خود میگیرد. من خیال میکنم که اینها را هم با خود میگیرد، هرچند استاد بزرگترین اثرهایشان را با نثر نوشتند. در نظر من هیچ وقت فرق نمیکرد که کس با نثر می نویسد، با نظم می نویسد، با نقد می نویسد یا با درام می نویسد. مهمش اون معنی که می خواهد بگوید، موضوعی که می خواهد نشان دهد و اندیشه هایی که می خواهد ترغیب کند. مسئله این است. خب برای شاعر هم باید به وزن و قافیه نوشتن مثل همان باشد که نویسنده چکل جمله عادی می نویسد، وگرنه خب اون شاعر نیست. بنابر همین مسئله سر محتواست و از این جهت اگر نگاه کنیم واقعا استاد عینی شاعر بزرگ هستند. و یک چیز دیگر هم میگویم، مخصوصا برای خب جوانهایی که در اینجا نشستند، دانشجویان شاید احتمال باشند. در گذشته در یونان قدیم به همه آفریننده ها پایت میگفتند، یعنی آفرنده. بنابر همین هم نویسندگان بزرگ یونان قدیم پایت نامیده می شوند، هم شاعر باشد هم نویسنده باشد و این چیز تا زمان ما دوام دارد. مثلا نویسنده بزرگ روس گوگل جانهای مرده‌اش را پایه نام مانده است، یا اینکه یک نویسنده بسیار مشهور روس سرگئی زلیگین درباره چخوف یک کتاب دارد نامش مای پایت. هرچند خب ما میدانیم که چخوف شعر ننوشته است، حکایه نوشته است و خب درام و قصه ها نوشته است. یعنی مقصد چیست؟ مقصد انمون محتوای بزرگ شاعرانه است و در تمام اثرهای استاد عینی همین چیز از جوانیشان تا بر کمالیشان هست. دانشمندان گذشته ما طلب دارند که هر شاعر باید 20,000 بیت از متقدمین و 10,000 بیت از متأخرین از یاد داند و اونهایی که با استاد عینی هم صحبت بودند از جمله استاد ساتم اولوغزاده می نویسند که در هر صحبت استاد عینی بیت های نابی می گفتند که آخر نداشت. یعنی استاد عینی هزارها بیت از بهترین سروده های شعر کلاسیکی ما در حفظ داشتند. بنابر همین خب اون اثرهایی که ایجاد کردند خب از آدینه، داخونده، غلامان، یادداشت‌ها، مرگ سودخور، یتیم، خب مختصری ترجمه حال خودم و اثرهای علمی دیگرشان و اثرهای تحقیقاتیشان در همه جا اون ذهن موشکافانه شاعرانه وجود دارد. به ضمن خب شما البته در دانشگاه استادان می‌فرمایند خواندید، می‌بینید وقتی داخونده را می‌خوانید یا که مثلا یادداشت‌ها را می‌خوانید، غلامان را می‌خوانید، در اونجا پارچه‌های شعری می‌بینید و اکثر بلکه همه اش را خود استاد عینی بعضیش را در هوای سرودهای مردمی، بعضیش را خودشان به تقاضای اون موضوع ایجاد کردند. یعنی باز همون حرف
استاد عینی همیشه شاعر ماندند از جوانیشان تا نفسی واپسینشان. اسکر حکیم، محقق، شاعر خلقی تاجیکستان، سرمست و سرخوش از ایجاد ماندگار استاد عینی با دستگل شعر خاطره اهل دل را هدایت کرد به سرزمین تاریخ، به سرزمین تمدن ملت که آنجا نقش استاد عینی خیلی روشن به نظر می رسد. باز 9 ضربه دیگر آمد به پشت، او نگه بر خوش بیگی کرد کشت. در اینجا دوستان هم شعرا، هم نویسندگان و هم دانشجویان و خوانندگان مکتب ها حضور دارند که از ایجادیات استاد عینی شعرها از یاد کردند، خب برنامه ها تیار کردند. بنابر همین حالا ما به 2 دخترک سخن میدهیم. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم بر نوایت باید که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستان دبستان تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینه؟ چرا از این گلستان گل نچینه؟ چرا در کنج بیکاری نشینه؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خور گردد. ای مانده قدم بر راه مکتب، عالیست مقام و جای مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنما و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در 2 جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. دوستان عرض امیدم بر نگاری من برید، رحمت بر خاطر امیدواری من برید. یا به من از خاک پایش سرموار آورید، یا مرا در رهگذاری شهسواری من برید. زندیار و شهر تنگم، شهریاری من کجاست؟ لطف آرید و مرا بر شهریاری من برید. حالا سخن به شهریار شعر تاجیک به شاعره خلقی تاجیکستان خانم گلرخسار. دو عینی داده 1 عینک خریدم که بینم پیش پای عزت. استاد عینی هنوز ما رو نشناخته و ما استاد عینی رو نشناخته، برای ما عزت ما رو پیش آورد
و عزت ما رو به جا آورد و برای عزت ما جانکاهی کرد. رادیوی خاور تکه تکه از یادداشت‌های استاد عینی می‌دهد. هر شب من یک بار گریه میکنم برای آنکه در همون جای تمام میشود که باید استاد عینی از شعر سخن گرفت و این لباس‌های چیرکینی ملا بچه‌های بخارا را میشوید. 250 گرم برنج هر روز میخرد تا ساعت 1 برای اونا آش میکنه. خب ممکن برای از اون آش برای اونم یک تکه برسد. استاد عینی خدا همچون جایزه برای ما از آسمان پرداخته است و ما اگر قدر عینی را ندانیم ما تحقیر به ملت خودمان میکنیم. استاد عینی ببینید برای یگان کس یک شعر تعریفی ننوشته است. من یک بار فقط شنیدم که وقتی که همین کتاب تاریخ ادبیات توجیه که برای استالین میبرده است دستش بالا دیرش مونده است همین پیرمرد تاسی شتو хочете этот старик این پیرمرد چی میخواد؟ گفتن که میخواد که همین کتاب برای شما هدیه کند. ما که در گروه دیگر جمهوری بودیم خودتان میدونید گپ دراز نکنم با واسطه کتاب استاد صدرالدین عینی جمهوری شدیم. برای همین زادروز استاد صدرالدین عینی زادروز تاجیکستان نوین است. مبارک باشه. ببینه وقتی که ما دو چشم داریم میگیم خب دو چشم داریم دیگه چی؟ باید دو چشم داشته باشیم. ما حالی استاد عینی را هیچی نمیشناسیم، نه شعرش، نه نثرش، نه خودش، نه مقامش. بعدی بیدیل دیگر ما کی را داریم؟ یک فکر کنید. استاد عینی همون وقت هم اگر همون 200 گرم برنج نمی بود و کرته های چیرکین ملا بچه های بخارا نمی بود همون وقت هم از همه بهتر بعدی بدیل شاعر بهترین ما استاد عینی است. شما خبر دارید که استاد عینی بنیادگذار شعر نوین فارسی تاجیکی دری است که در مجموع همش یک چیز است. ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقت آزادی ما رسید، مژدگان دهید ای حقیران، در جهان صبح شادی دمی. نگاه کنید استاد موسیقی هم میدونستند، ممکن موسیقی هم ایجاد میکردن، ممکن سرود هم میخواندن، اما با همون جامعه شویی بعد ببینید این شعری دیگرشان سال 1918 من هیچ کس با هیچ کس مقابل گذاشتنی نیستم. استاد نمایشیچ شعر اولین نو خودشان سال 1923 چاپ کردند. استاد عینی 1918. انقلاب بخارا 1920 غلبه کرد. علاقه اینترنشنال میدانست استاد عینی. سرود پرولتاری جهان میگه که ای ستم دیدگان، ای مشعل رخشان عدالت، زی کجایی که امروز و مایی، تاریکی بیداد زیگتی بزدایی ماناکی زیایی. شعر استاد عینی یک میدونید یک پیام دارد، انسان را از پایش میبرد. من تصور میکنم که چقدر این آدم عاقل دانا خودشون بدبخت احساس میکردن وقتی که این شعر می نوشتند و لباس میشستن، این شعر می نوشتند و آش میپختند. ما خیال میکنیم که تمام تاریخ زندگی استاد صدرالدین عینی این تاریخ بدبختی، خوشبختی، تحمل، تبسم، گریستن، خندیدن و نمردن مردن ملت تاجیک است. وقتی که برادرش مهدی نمیکشن میگه که جگرم آب شد و ریخت زید و چشم ترام. بعد این شاگرد بزرگواری استاد صدرالدین عینی استاد میرزا ترسونزاده میگه که اگر از گریه کردن آب میشدی دل من بود. برای چی اینا بزرگم؟ برای که اینا از درون خلق برآمدن و درد خلق گفتن. من میخوام تشکر گویم به شما که امروز شما شعر عینی را در پیش گذاشتید و یک بار دیگر میخواهیم بگوییم که ما یک عینی نداریم، ما میلیون عینی، 8 میلیون عینی داریم. برای که استاد عینی بهترین شاعر ما، بهترین شخصیت ما، بهترین نویسنده ما عینی را اگر دوست داشتن نتونیم به قدر دوستداری عینی زور ما نمیرسد. البته عشقم زور میخواهد. ما باید اقلا خاموش باشیم و گوش کنیم که چی میگوید، چون که در همین سر و صداهای به معنی که میشود من فقط گفتم که مزن خود را که جان ما نمانده، مزن خود را که جان ما نمانده، ز خون ما بجز صفرا نمانده، برای ضربه دیگر برادر دیگر در پشت عینی جا نمانده. چیست تاریخ از خود بگونه، داستان
قصه افسانه این تو را از خویشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اگر هر کدام از اهل ذوق به منبر دعوت می شدند، تصویر خاطره می کشیدند از یاد و از زندگی و از سرنوشت و همچنان از آثار ماندگار استاد عینی. رنگ روشنایی حکمت خود را می کاشت در زمین ذهنها، این زمان در این مکان. استاد عینی در بخارای کهن نخستین ادیبی بود که صدای گام‌های انقلاب را شنید و به استقبال انقلاب شتافت. انقلاب بخارا این هنوز سر نشده بود، لیکن تلاش ها در میان جوان بخاریان و دیگر نمایندگان استقلال خواه و حریت خواه از جانب سمرقند، از جانب تاشکند و حتی از جانب کاگان صدا بلند می‌کردند و استاد عینی سال 1919 نخستین نفری بود که مارش حریت را سروده برای جانبداری نوآوری، برای جانبداری دنیای نو، برای جانبداری حریت صدا بلند کرد. و این زمان بود که در جهان شرق تلاطمی بسا عجیب افکنده، مثلا در ایران نیمای یوشیج و لاوطی خان به جانبداری نوآوری و مشروطه خواهی حرکت می‌کردند. در ترکیه جوان ترکان با سروری نمیخ کمال و دیگران صدا بلند می‌کردند. در افغانستان جوان افغانان با هدایت محمود طرزی و دیگران صدا بلند می‌کردند. و در هندوستان مثلا محمد اقبال، مهاتما گاندی و دیگران جانبداری خود را از صدای گام‌های انقلاب آن روزه می گفتند و پشتیبانی می نمودند. و استاد عینی در میان شرق آن روزه، در میان منطقه آن روزه جهان شرق نخستین نفری بود که با صدای پرشتاب، با صدای توانایش انقلاب بخارا را استقبال نمود و با مارش حریتش یک شور در میان بخارا افکند. مثل عینی، مثل فردوسی که از نابغگان ملت ما محسوب می‌شوند و آثار ماندگار و جاودانی دارند، در تاریخ ملت ما، فرهنگ ما، تمدن ما بسیار انگشت شماره. اگر فردوسی 1000 سال قبل از این گفته باشد بسی رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، اگر فردوسی گذشتگان ما را زنده کرد، با آنها روح بخشید، نامهای اساطیری، نامهای قهرمانی پادشاهان عجم را زنده کرده باشد، استاد عینی در عصر 20 ملت تاجیک را احیا کرد. در آثارش استاد عینی میگوید که علاوه خصوص در یادداشت‌ها نقل میکند که ملت ما آنقدر از بی‌دولتی، از نبودن دولت در طول 1000 سال تنزل کرده بود که روح ملی و بالکل فراموش شده بود. خود را همچون مسلمان میشناخت و استاد عینی همین ملتی که هویت خود را از دست داده بود، هویت ملیش بزف گرویده بود، از نو چیکار کرد؟ زنده کرد، احیا کرد. استاد عینی اسکندرنامه ننوشته است، یوسف و زلیخا ننوشته است، تاجیک نامه نوشته است مثل فردوسی. یعنی تاجیک را در آثارش، در یتیم، در غلامان، در داخونده، سایر آثارش زنده کرده است. و استاد عینی در یکی از مقالاتش تقدیر یک خلق دارد، میگه که
من در دوام عمرم هر چی که نوشتم، کتاب‌های نوشتم میگه به یک موضوع بخشیده شده. شما دقت بدید، به یک موضوع، این موضوع تاجیک و تاجیکستان است. کوهستان مقدس، خلق عزیزم که زیر پای اجنبیان بودند و در عصر ایره نهم میگه در عصر هفت میگه نام تاجیک را گرفت. یعنی تمام آثار عینی، آن چیزی که از قلم عینی تراوش کرده است برای ملت ما خدمت کرده است. بنابراین ما با باوری گفته میتونیم که اگر فردوسی در عصر ده با شاهنامه‌اش ملت را زنده کرده بود، احیا کرده بود، در عصر 20 این کار به دوش استاد عینی افتید. استاد عینی یکی از اولین نفرانی بود که فضای زمان را، واقعیت زمان را خیلی خوب درک میکرد. حساس بود، با حساسیت تمام صدای آن روز را در اثرهایش انعکاس مینمود و بیهوده نیست که چند سال نگذشته جلادان بخارا نام رمانش را نوشت که یعنی هنگامه تلاش های روزهای آخرین امارت بخارا را برای پایدار کردن ساخت کهنه تجسم نمود و بیهوده نیست که امیر بخارا امیر عالم خان در آن روزها جوان بخاریان را تعقیب کرد و در همان پی تعقیب جوان بخاریان استاد عینی هم به دست افتاده 75 چوب را گرفت و به زندان به آبخانه افتید. خدمت های استاد عینی در آن روز برای پشتیبانی از نوآوری در جهان آن روزه شرق، پشتیبانی از ملت تاجیک، از فرهنگ تاجیک، از دولتداری تاجیکان خیلی زیاد است. استاد عینی نه تنها شاعر، نه تنها نویسنده، نه تنها تاریخ نگار، حتی سیاستمدار و خادم برجسته منبعه دولتی هم شد. به گرفتن عنوان اکادمیکی مشرف گردید و نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان بود. و ما افتخار میکنیم که در دوران استقلال خدمت‌های بزرگ استاد عینی را پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان قدر نموده، او را با به نخستین قهرمان تاجیکستان مشرف گردانید. استاد عینی یک هدیه تاریخ برای ملت ما بود. اگر عینی نبود، برای من عینی را پدری ملت میشناسند، اگر او نبود قامت بلند نمیکرد، قامت نمی افراخت، امروز ادبیات ما، فرهنگ ما بی‌ساهی بود. اون طوری که امروز ادبیات ما را، فرهنگ ما را میشناسند، ما نمیتونستیم که به جهانیان معرفی کنیم. همین خدمت‌های بزرگ استاد عینی بود که بعد استقلال اولین شده عنوان قهرمان تاجیکستان را با استاد عینی ارزانی داشتند. استاد عینی نابغه بود. به کدام معنا؟ چندین نشانه های نابغه است. من چند تاش رو نامبر میکنم که استاد عینی در زمان به میدان ادبیات قدم گذاشت که سبک تیره و پیچیده بدیل حاکمیت میکرد و ما اگر به خاطر بیاریم نوادرالوقایع احمد دانش را که از افکار عالیه عبارت بود اما با زبانی بسیار تیره، با زبانی گنگ نوشته شده بود و در زمان خود و من بعدم شناخته نشد. یا که ادیبان ما به تقلید بدیل گراییده بودند و استاد عینی هم اولین نوشته های خود را در پیروی بدیل می نوشت. اما استاد عینی با نبوغ خود در کرد که باید ملت را، زبان ملت را از اسارت بدیل رهاندن در کار. مثل آنکه انقلاب استاد عینی را از اسارت رها کرد، استاد عینی ملت را از اسارت زبان پیچیده بدیل رها کرد و ادبیاتی که 200 سال به قول خود استاد عینی میگه به سکته گرفتار بود، با بیان ساده، با زبان شیوهش چیکار کرد؟ رها کرد. از این خاطر استاد عینی نابغه بود. اگر استاد عینی در تقلید بدیل میموند، مثل شاعران اون دوره من نامبر نمیکنم که به تقلید بدیل سخن میگفتند، این خیلی شهرت جهانی پیدا نمیکردند.
قد علم نمیکرد. یکی از بزرگی عینی در همین است که اگرچه در پیروی بیدل شعر میگفت، اما آخرالامر فهمید مثل میرزا اسدالله غالب که در آغاز سخن میگفت که سخنی ساده دلم را نفریبد غالب، نکته چند زی پیچیده بیان بمان، یعنی به بیدل پیروی میکرد اما بعدا فهمید خود را رها کرد. ما میتوانیم این خدمت بزرگ را با خدمت میرزا اسدالله غالب که در هند ایجاد میکرد قیاس کنیم. این از همون نابغه بودن استاد عینی درک میده. دوم چیزی که استاد عینی را از دیگر ادیبان ما مشخص میکند، استاد عینی در تمام آثارش تاکید میکند که ملت تاجیک، خلق تاجیک، مورخان تاجیک، دانشمندان تاجیک، خصوصا در اسیان مقننه که تاجیکان بعد از بین رفتن دولت ملی میگوید هم ابو مسلم خراسانی، هم امری لیث، هم یعقوب لیث، هم فردوسی، هم ناصر خسرو در آرزوی دولت ملی بودند. تاکید میکند که دولتی که مردم چی باشد؟ آزاد باشد. بعد از بین رفتن دولت ملی سامانیان، بدبختانه به قول ملک الشعرا بهار این آرزو جامعه عمل نپوشیده بود، فقط در عصر 20 جامعه عمل پوشید و استاد عینی همون آرزویی که ابو مسلم خراسانی داشت، محمود ترابی داشت، فردوسی داشت، دید با چشمانی خود اگر فردوسی تنها احیای ملت ما را در شاهنامه با قلم داده بود، استاد عینی به واسطه در زنده شدن ملت ما در اینجا چیکار کرد؟ سهم گذاشت. عینی با نابغه مادرزادی خود مثل احمد دانش و مطالعه فراوان، عینی تمام آثار قریب در دسترس او قرار داشته را همه را چیکار کرده بود؟ مطالعه کرده بود. آثاری که عینی مطالعه کرده، حتی ما امروز بعضی آن آثار را فقط نامشان را شنیدیم. بنابراین من گمان میکنم که عینی هنوز کشف نشده است. ما پهلوهای کشف نشده آثار عینی را چیکار کنیم؟ باید آشکار کنیم، در خدمت استقلال بگذاریم، زیرا مثل عینی طوری که من در آغاز سخن گفتم در 100 سال، در 1000 سال پیدا می شود. راز دل می گفتم یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم همدمی می داشتم. در شب هجران نمی شد زخم دل ریشه روان، در ز وصل یک پریرو مرهمی می داشتم. از تماشای گل سرخ از چه می ماندم قفا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. این وضع خود استاد عینی و بسیار جوانانی که در مدرسه های بخارا تحصیل می کردند و از طبقه پایین جمعیت بودند. هر ناو باید در دامان کهن پرورد. آهنگهای نو اگر از گهواره موسیقی کلاسیکی بیرون آیند، زود به گوش دلها می نشینند. ای کاش مقام من نیز پیراهن نو می پوشید. اگر مقام با زبان سیمفونی پیراسته گردد، جهانگیر خواهد شد. ای کاش، ای کاش. مگر به گور برم من این تمنا رو.
مگر بگذار برم من این تمنا را. زیادالله، استاد خواستم با شما چند لحظه صحبت کنیم. تشکر استاد، تشکر. در واقع از سرودهای موسیقیتان به سپکتکل داخونده خیلی خوشنودم. برکه یابید، ذوق خوب دارید. التفاتی شما بسیار زیاد است استاد. شنیدم که زاده سمرقنده. آره استاد. ولی پدرتان را پدرم را مقدس خان بزاز نامیده بود. مقدس خان بزاز، مقدس خان. سال 37 سال نحس. درد کهنه. عذر استاد. یادم آمد کتاب های قدیمه خانواده هاتان را در میدان ریگستان سوزانده بودند. استاد، من شما را در ایام کودکی میدیدم. وقتی که شما از کوچه گهان کفترخانه سواری مرکب سفید نجانبار میگذاشتید. حیرت آور که حتی رنگ خری من در یادتان مانده است رفیق شهیدی. استاد بار شما میگذاشتید و من این کس کی باشد گفته پرسیدم. پدرم با احترام جواب داد. این کس استاد صدرالدین عینی، شخص به نهایت بزرگویان معرفی کرد. خدا بیامرزدشان. رفیق شهیدی، شما موسیقی خلقی و شش مقام را نقد می‌دانید. نواهایتان هم به من محبوب، ولی باید علم موسیقی زمانوی را از خود نمایید. اثرهای سیمفونی، اپروی نویسید و این کار باید اول از شما سر شود. خداوندا، استاد باید بیا فکر کنید. سیمفونیا، اپرا. چی جوری تعجب؟ رفیق شهیدی، استاد بحث‌های زیاده هست. یکی پافشاری کرده میگوید که سیمفونیا، اپرا و بالت محصول کپیتالیسم و خاص بورژوازی میباشد. خیر. دیگری پافشاری کرده میگوید که تمام موسیقی کلاسیکی، اپرا و بالت را به یک سرود خلقی برابر نمی‌دانند. و شما خود را میان آب و آتش احساس می نمایید. همینطور همینطور روح استاد. رفیق شهیدی،
گوش کنید. شما با سخنهای پوچ و بی اساس آدمان تنگ نظر که از تگ بینی یک قدم دورتر رو نمیبینند هیچ اهمیت ندهید. نمیارزند. انعنهای خلق خزینه است. آن را مخته با نظریه های موسیقی زمانوی اروپا بوی گرداندند. باز به خلق پیشنهاد کردن وظیفه ایجادکار حقیقی است. مرا میفهمید رفیق شهیدی؟ البته استاد میفهم. من باوری دارم که از زهده این کار برآمده میتوانید. کوشش میکنم استاد، با تمام نیرویم کوشش میکنم. ها، در واقع خوشا که به خاطرم رسید. شما داستان عبدالقادری بیدین کامده و مدن را خوانید. حتما. اثری بی نهایت جالب. در اساس آن موسیقی و لیبرتوی اپرا یا بالت ترتیب دادن ممکن است. آره استاد. البته حتما با جانت. شما میتوانید با حضرت دهاتی همکاری نمایید. من با آن کس گفتم. تشکر استاد. اگر اپرا نویسید مثل سرود عید ظفر در ایجادیاتتان، این هم خواهش و هم سفارش رفیقانه به نظر بگید. تشکر استاد. این سخنها از زبان شما به من روح و جان تازه بخشید. استاد سیمفونی مقام باید. سیمفونی مقام. وقتی که ما سوال میگذاریم کی تاریخ ما را به ما نشان داد، ما را به ما شناساند، کی شعرای بزرگ ما را در دوام 1100 سال از نو در نمونه ادبیات تاجیک به مردم پیشنهاد کرد، کی برای ساختن دولت تاجیکستان هم سند فرهنگی و هم سندهای تاریخی را آماده کرد و اثبات کرد که خلق به نام تاجیک در این سرزمین عصرهای عصر زندگی کرده است، به زبان تاجیکی اثر گفته است، به زبان تاجیکی فرهنگ ایجاد کرده است، ادبیات ایجاد کرده است. و این شخص استاد عینی بود و در این غزل خب استاد عینی خودش را می جوید و وقتی که استاد عینی خودش را پیدا کرد، خب این مضمون ها را هم در شعر و هم در اثرهای نثریش با بهترین وجه افاده نمود. حالا در ادبیات ما هم امروز هم شاعرای ما هم نثر می نویسند، خب هم شعر می نویسند و در هر دوش هم موفق هستند. و یکی از شاعرای ما که همین سنت استاد عینی را دوام می دهد شاعر ما محمد غایب است، شاعر خلقی تاجیکستان. در همان عهدی که کس از سایه خود شبهه داشت،
از شریک امر از همسایه خود شبهه داشت، از بیان فکر و شرح غایه خود شبهه داشت، منبر از مستحکمه پایه خود شبهه داشت. از سر منبر تنها ترسیده می گفتی سخن از راه پیموده تاجیک و تاریخی کهن. در همان دوره که اوضاعش گران تصویر بود، در همان دوره که اوضاعش گران تصویر بود، موج بحر زندگی مانند بر زنجیر بود. مردمک هم در کمان دیده مثل تیر بود. از غم آینده ملت جوان و پیر بود. کلک تو میداد پاسخ، ضربه هر تیر را میرهاند از بند ناامیدی جوان و پیر را. داشتی حسرت به دل از عهد سامان بزرگ، داشتی حسرت به دل از عهد سامان بزرگ. آب 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 حرفی غیر داد و داد دیوان بزرگ. شد سبق آموز محروم از دبستان بزرگ. ما تنها قصه از نام خراسان بزرگ. امر شیرین تو یاد از طعمه های تلخ داشت. حسرت آهنگ از بخارا و فغان از بلخ داشت. بود از تاجیک ترسی غیر بومی بیشتر. می زدند این خلق را رو شاد پنهان نیستر. آنچه می دیدند می دیدی از آنها پیشتر. داشتی فرق از همه بودی تو دورندیشتر. حرفی تو به حجت و بحثی تو به برهان نبود. در فرارود از تو داناتر در آن دوران نبود. دست خط هم در زمانت از خزان آثار داشت. دست خط هم در زمانت از خزان آثار داشت. رنگ خود را کرده گم، رنگ خود گم کرده یاد از چهره بیمار داشت. مانده در زیر غبار دور حال زار داشت. در ری خط آشنایش حرف چشم چار داشت. ماند نور معرفت از دیده خط خوردت. روشنی ماند از چراغ امر بر سر بردت. گنج را یا کابند یابند از تگی ویرانه ها. یافتی از زیر خاکی کهنه صحرا دانه ها. یادگاه ساختی بهر جای فراموش خانه ها. آشنا را که فرق کردی فرق از بیگانه ها. شیشه دل ها را رهاندی از فشار سنگ ها. سازهای گنگ پیدا کردند آهنگ ها. ما ز قوم آریاییم میداند جهان. داشتیم تاکید آثار ز عهد باستان. لرزه افکندی به قلبی غصب‌سازان زمان. لرزه افکندی به قلبی غصب‌سازان زمان. مهر خاموشی زدی تو بر لب دعواگران. میکند دست خیرت صدها دری پوشیده باز. با کلام خود زبان تاجیکان کردی دراز. جان شیرین کنده فردوسی عجم را زنده کرد. جان شیرین کنده فردوسی عجم را زنده کرد. پارسی کشته شمشیر غم را زنده کرد. مولوی بانه همه درد علم را زنده کرد. بدل آهنگی خموشی زیر و بم را زنده کرد. قدرتی تو مرده خاکی زاری نم را زنده کرد. خفته 100 ساله صاحب قلم را زنده کرد. گیرد از نقل روایت ابتدا تاریخم. قصه سازد روی دادی دور را اهل قلم.
از علم ها ننگ پیدا گشته میگردد علم سر کشد دان از دل خاکی که دارد خوب نم روزی روشن میکند شب را به نورش آفتاب سرگذشت ملت تاجیک را کرده کتاب سوختی یک عمر بهر ملت خود سوختی در سرای فهمها شمع خرد افروختی سوی فردا دیده امید خدا دوختی درس دشوار خداگاهی به ما آموختی قامتت را بار رنج امربادی خم نکرد درد ملت را کسی بهتر از تو مرهم نکرد خامت شد دسته بر دفتر لیوای ننگ شد بلکه اون ته پایه مستحکمی فرهنگ شد رودکی بینا و سازش باز خوشاهنگ شد پیر در دستش عصا بیروز خراسان شد در نبرد حفظ ننگ نام گشت قهرمان داده از روز ظفر پیغام گشت قهرمان ز لوح گورها از مرمر سرد مزارستان ز خاک مردگان زنده تر از زنده در گوران ز نقش هر کتیبه نقش ناخون در تن زندان ز ساحل‌های بی دریا ز دریاهای بی جریان تو ما را کافته استاد تو ما را یافتی استاد ز اعماق فراموشخانه های تیره تاریخ ز اعماق فراموشخانه های تیره تاریخ ز خاکی که شده آماجگاه تیر بدخواهان چو ابیات پریشانی که ماند از رودک میراث تو ما را جمع آوردی ز هر مجموعه و دیوان تو ما را زنده گرداندی به ما را شناساندی ز عصیان ها و شورش ها ز کلی بود و نابودش ز فریاد تبالودش ز فردوسی و محمودش ز خونهایی که بهر خونبهای همگنانش ریخت ز اندوه طرب آلود و شادی غمالودش تو جستی سرنوشتی خلق آغاز سرشت خلق چو ایوان ولنگاری که نه بام و نه دیوارش چو دیوار حصاری که نه سینجه و نه بالارش تو تاریخ خراب خلق را ترمیم ها کردی شناساندی به بنیادش به فرهنگش به آثارش که ما هم آدمیم آخر و از این عالمیم آخر چو گمجویی که می جوید پی گمگشتگانش را چو تنهایی که می جوید ز دنیا دوستانش را
نشان مردمان جستی تا از 6 ساعت تاریخ برای حاجت امروز گنج باستانش را که به دیروز حالا نیست، که به امروز فردا نیست. ز مسندها و منظرها، ز چنگی راه کشورها، ز اوراق بیاض و خط ناخوانای دفترها، ز سرهایی که روی دارها هم بوده سرافراز، ز هر داری که بشکسته ز بار فطرتی سرها، تو جست نام تاجیکان، مراد و کام تاجیکان. تو را چون همت و فطرتی عالم پناهی بود، و چشمانداز تو پیدا جهان مرغ و ماهی بود. همه پیچ و خم تاریخ را با سر گذشته تو، که از مردانگی خلق آثارش گواهی بود. شدی خود هیکل آخر، به مردم مشعل آخر. چو از زندان رها گشته، خیالم نور و فضل و شعر از زندان رها گردید. به دنیا آمدی 40 ساله شاگردی که از استادیش زبان ما به دعوتهای دوران هم صدا گردید. صدایش را جهان بشنید، جهانی بیکران بشنید. تو خود چون انقلاب در شعور مردمان بودی. تو خود چون اضطراب در نهاد این و آن بودی. برغم آن همه کوران تاریخی نجیب ما، تو چون مشتی گره بسته چو تیر در کمان بودی. تو از ما ساخت ما را، ز ما بشناخت ما را. بس از خاکستر خاموش آتشها فروزاندی. شررهای بسا از سنگهای سرد رویاندی. سر گور نیاکان مشعله افروختی از میر. از این رو همچو مشعل در سری دستی زمان ماندی. از این رو همچو مشعل در سری دست زمان ماندی. چنین اندر جهان گردگردان، چنین اندر جهان روح آزادان، بزرگان را بزرگان زنده می دارند. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. ترسم که من بمیرم و غم پی بدر شود. این طفل ناز پروری من در بدر شود. لایق می گفتند که استاد لایق، استاد میرزا ترسونزاده پیش از رفتنشان همین بیت را بسیار تکرار میکردند. هنگامی که من شعرهای صدرالدین عینی را خواندم قسم اول و دچار آمدم به همین شعر، به همین بیت، اون کس همین بیت تمامی عمر رو تکرار میکردن و در پیروی شعر هم گفتن. بار اول وقتی که ما مکتب خون بودیم، ما رو یک گروه رو به اتوبوس سوار به سمرقند بردند از ناحیه و
ما را بردن به موزه خانه صدرالدین عینی. یک خانه خاکسارانه، حولی خاکسارانه بود و به همون درشان همون کاغذی که افسانه شده است نقل میکنن نوشته شده بود، یک کاغذ پاره چسبانده شده بود که من سیرکار هستم، التماس خلل نرسانید. همون کاغذ پاره همینجا میستاد که آدمای بعضی عامیانه نمیفهمیدن چرا این خیلی کاغذ را به در زدن و من همیشه فکر میکردم که اگر استاد عینی درشون رو باز میموندند و همین کاغذ رو نمیچسباندند همین قدر اثرهای زیاد رو هرگز نمی نوشتن. و حاضر هم اگر حساب کنیم در آسیای مرکزی استاد عینی بیشتر از همه ایجاد کرده اند. ما نمی بینیم در این کشورهای همسایه نویسنده نابغه چون استاد عینی باشند. البته همه خلقها نویسنده شاعر مشهور خود را دارد، دوست داشته خود را دارد، سردفتر خود را دارد، لیکن از همه بیشتر استاد عینی ایجاد کردند. هم در ژانرهای گوناگون. اول شعرهای لیریکی بیشتر نوشتند. بسیار زبان شعرها عادی فهما. چرا؟ برای که استاد عینی بسیار میخواستند که زبانی عام، زبان عامیانه گفتگویی با زبان ادبیات، زبان بدیعی به هم نزدیک باشند و فهمیده توانیم ما اون زبان رو وقتی که میخوانیم. یعنی در زبان نقش استاد خیلی بزرگ است. شعرهایشان بسیار کلمه های ساده، فهمو، کلمه های تاجیکی آمدن. حتی بعضا حیران میشه که تماما شعرهای کلمه گفتگویی رو هم در شعر استفاده میکنن ولی هیچ بیگانگی آدم احساس نمیکنن. قسمت دومی که در اونجا در کتاب جدا میکنن، یعنی شعرهای پس از انقلابی میگوین، زبانشان کمتر فرق میکنن این زبانهای شعرهای لیریکی، برای اینکه این امکان میده شعرهای لیریکی که احساس رو بیشتر بیاری. وقتی که احساس از کلمه ها زیباتر میشن. وقتی که درباره کار، مهنت مینویسی و سرای مثلا استفاده میکنن، اونجا علاقه دیگر میشود. این زبان اونجا تغییر مییابد، بیشتر کلمه های میآیند که همون شب و روز کار فرموده میشن، مثلا تراکتور یا اینکه بولدوزر. یعنی که ما بولدوزر را استحصال کرده نبودیم، ما عربه را میدونستیم، عربه تاجیکی است کلمه این، لیکن اونایی که از روسیه آمدن یا از این کشورها آمدن با همون نامش نام میبرد استاد. و خوشبختانه دیروز شماره های که از آخرین از رستم وهاب مقاله چاپ شد درباره شعری مرش حریت. استاد یک چند مرش نوشتند، یکی مرش آزادی نوشتند، مرش حریت، و همونجا اثبات کرد که همون وزنی و فاعلاتون رمز را استفاده برده وزن نو ساخته ام. انتقام، انتقام ای رفیقان، ای جفا دیدگان، ای شفیقان. بعد از این در جهان حکم نمان باد، رنج بر برزگر با اتفاق. منو ببینید، سه مصره اول در یک وزن گفته شده است، مصره دوم یک رکن نمیرسد، یعنی فاعلان فاعلان فاعلان. اینش فاعلاتون اومده است در اینجا بالا. واقعا همین چیزها خیلی برای من شادی آور بود، چون که در یکی از این مجلس ها اینجا جلسه بود، من گفته بودم که ما باید ریشه شعری نوی تاجیکی را در خودمون جوییم و مثال از پیرو سلیمانی آورده بودم، شعر درباره گاستوک بود. این 12 سال پیشتر بود. من گفتم که ما در اون وقتا که وقتی که مایاکوفسکی رو میخوندیم، کلیبنیکوف یا دیگرها رو میخوندیم، صدرالدین عینی بسیار هم شخص با خبر و هوشیار است، قریب که تمام ادبیات جهان را خونده است. و دیروز بسیار هم شاد شدم که همین فکر تصدیق شد. تصدیق شد که شعر نوی تاجیکی در تاجیکستان به دنیا آمده است و همین وزن را استاد عینی خودشان ساختند و در چند شعر دیگر همین وزن با استفاده شده است. یعنی اگر من بسیار میخواستم که عالمان ما هم همینجا نشستن، بسیار عالمان خوبی ما نشستن، اگر همین در همین سال جشن همین شعرها را گیرند، هر یکش رو وزنش سنجیده یک کتاب درباره وزن شعرهای عینی اگر پیشنهاد میکردن، بسیار یاری بسیار خوبی برای جوانان میشد. اون کس بسیار هم آدم شوخ بودن،
آدم یک روح بلند بودن، هم کوه ما بلند است هم روح ما بلند است. روح اون کس بسیار بلند بود. من حاضر همینجوری هم با شهیدی مصلحت دادم. اونها به هر کس مصلحت میدادن، دریغ نمی داشتن مصلحتشون و طنز هم بسیار استفاده شده است در شعرهاشون، در نثرشون. من همیشه عاشق اثرهای عینی بودم از کودکی و وقتی که داخونده رو میخوندم، وقتی که آدینه رو میخوندم، غلامان رو میخوندم، اون که از قصیده هم گفتن، مثنوی هم، داستان هم و شعرهای مثلا غزل هم، پورا شعرها هم یه تمام ژانر استفاده کردن. بعد مثنوی میگن که تو حق نقل میکنم باری اون کس یک زیغ میشوند میخوان که با خوجاوبان نام یک مقام بفکن والا در ترکمنستان شاید باشه سفر کنن و این توسط صحرا باید راه میرفتن. بسیار راه دور و دراز بود. به یک آشنایشان مراجعه میکنن که همراه رویم. اون کس میگه مایلش وای اسب داشت آشنایشان، ولی استاد هیچی نداشتن. همون شب روز با یک نفر میگیرن که ویم اسب داره. بعد رفیقو وعده میکنن که ما با تو یک میوبیم، خیلی اسب نمیوبیم، میگه خر میوبیم. و اونا جستجو کرده، جستجو یک خر میبیارن. عینی اون رو چنون تصویر میکنه. اگر خانه دیگر از اول تا آخر آدم میخندد. همین مثنوی خونه خر چنان لاغر، خر مثلا غذا ندیده، بسیار یگره، پیر شده است، راه رفته نمیخواهد و استاد به همین خر میتین و عذاب همون راه و همون خر استاد همجا نقل میکنن. بسیار خنده آور ترس کردی. یعنی که یک مرد بزرگ مثلا خجالت نمیکشن که خودشون ناهنجاریشون برالا نشان میتین. فقط بزرگان میتونن که کمبودی خودشون نشان تین. این آدمی بزرگ بودنش نشانی بزرگ بودنشون است. و همون خرشون بیچاره همون های کرد تو صحراها گذشته، همون اخیرا رفتم اونجا تماشا کردم میبیان و اخیرا و تمام میشد. باز هم با شوخی با همین یک سربلندی همین تمام میشه. یعنی که همین مردی بزرگ درباره خرسواریشون همین نقل‌های عجایب دارن. ای دوشنبه جان و جانان پای تختی تاجیکان، بر کنارت آمد اینک هیکلی سامانیت نیست. رودکی هم کوچ بست، بو علی هم بر کنارت آمد ای شهر عزیز. ای دوشنبه گشته ای والا گوهر، شهر عینی، شهر میرزا گلبسر، رشک گلهای بهاران زنده باش. ای تیرازی تاجیکستان زنده باش. شما هم زنده باشید. سعد است مکتب، خیر است مکتب، ایز است مکتب، شان است مکتب. این از بیتی است از غزل اجتماعی استاد بزرگ صدرالدین عینی درباره مکتب و در همون شب و روز ضرورت مکتب را آوردن ملت به مکتب را در این غزل زیبای خود تصویر کردند که ما در روزنامه ادبیات و صنعت بیت این غزل را شرح کرده ایم. هنوز آن ادامه دارند. خوانندگان عزیز می توانند با آن آشنا شوند. و من وقتی که آشنایی بیشتر با شعرهای استاد پیدا کردم، واقعا دانستم که استاد صدرالدین عینی همچون نویسنده اگر محبوب و مشهور است در میان اهل اندیشه، ولی شعر او با آن که میدانیم شاعر است هنوز آنگونه که باید تحقیق و پژوهش نشده است و انگیزه های زیادی هم با من رخ داد و یک قطعه شعر برای این بزرگوار تقدیم کردم. اما بعد شعر استاد لایق شیرعلی، بعد شعر استاد بازار صابر، شعر گفتن در موضوع عینی واقعا دوستان عزیز بسیار دشوار است. سر اول این مثنوی کوچک را با استاد نظام قاسم نشان دادم. خوب قبول کردم، گفتن در این حد هم می شود، اما اگر کار باز بیشتر شود خوبتر است. ما هم حرف ایشان را بدیده داشتیم و همون غزل را این شعر را اینک به شما تقدیم میکنم. با احترام استاد صدرالدین عینی. بباید همچو عینی با سخن بود، بباید همچو عینی با وطن بود. تمام زندگیش جستجو بود، تلاش و
غیرت و ننگ و نمو بود. بلند از او بگشت آواز تاجیک، عزیز و همدل و همراز تاجیک. اگرچه زخمها بر پشت خود داشت، قلم از ننگ اندر مشت خود داشت. سخن را کارگر چون مومیا کرد، به هر درد و شکستی ما دوا کرد. کلامش همچنان پربار باشد، همه رمز و همه اسرار باشد. کند روشن چراغ جان ما را، دهد معنی شکوه و شان ما را. صدای زنده تاریخ عینی است، بزرگی گر همین نبود دیگر چیست. حبیب خلق بودن در همه حال، ادیب خلق بودن در همه حال. گذشت او آن همه تصویرها را، گسست او آن همه زنجیرها را. بنا میدان امید آورد عینی، همه شب بود شید آورد عینی. زهی مرد چنین است و چنان است، وجودش بل جهان در جهان است. به هر معنی سخنداری همین است، به هر معنی که خود یعنی وطنداری همین است. همه پند است شرح حال عینی، بود هر سال ما خود سال عینی. مبارک باشد سال عینی. نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور هوگو رمانی دارد به نام مردود شدگان، رد معرکه شدگان. نام روسیش اتویرژنیه. این رمان درباره حیات صنف کارگر فرانسه می باشد و چون این رمان نشر می شود، حکومت همان وقته فرانسه می گوید که این تهمت به واقعیت زندگی ما است. بنابراین نویسنده را باید مجازات کرد و به محکمه کشید. ویکتور هوگو مجبور می شود پنهان شود. پنهان می شود، پیدا کردن نمی تواند حکومت و می گوید که هر کسی که در کجا بودن ویکتور هوگو را به ارگانهای مخصوص حکومت پلیس خبر دهد 50,000 فرانک هدیه خواهد گرفت. 50,000 فرانک در عصر 19 خیلی پول کلان بود. ویکتور هوگو مجبور می شود از فرانسه برای کشورهای دیگر رود. بعد از چند وقت پنهان گردی دلش به پاریژ تنگ می شود. یک شب می آید پاریژ و می خواهد خانه دوستش رود. یک فایتون را کرا می کند و می گوید به فلان جا منو ببر. خب پلش پوشیده است، کلاههای کلان، در چشماش عینک مانده است که کسی نشناسندش. و وقتی که این فایتون او را تا همون جای تعیین کردهش میبرد، از فایتون میفراید به فایتونچی 5 فرانک دراز میکند همچون راهگیرا. 5 فرانک خیلی پول کلان بود برای این خدمت، ممکن 30-40 مراتب زیادتر. اما فایتونچی میگوید که جناب این 5 فرانک را برای خود نگه دارید، به شما در کار شدنش ممکن است. ویکتور هوگو در حیرت می شود، می گوید واه، زیرا فایتونچی و شناخته بود. در اون وقت ویکتور هوگو می گوید که خلقی که اقلاً یک نفر همین گونه نماینده داشته باشد نابود نخواهد شد. شما شعور یک فایتونچی، یک ارابکش را تصور کنید که می توانست هوگوی فرارد رود نزدیکترین پلیس خانه خبر دهد که اون کسی که شما برایش 50,000 فرانک میدید در فلان آدرس در فلان خانه است و تمام عمر نه تنها خودش بلکه فرزندانش شاهانه می توانستند زندگی کنند. شعور ببینید. استاد عینی
برای همین گونه شعور 75 شکر کرد، برای بلند برداشتن شعور مردم به همین سطح همه اون زحمت را به خود روا دید. و وقتی که من این قصه را خواندم بسیار فکر کردم که آیا در بین مردم ما نیز کسی یافت می شود که همین گونه رفتار کرده تواند. و ببینید وقتی من مختصری ترجمه حال خودم می خواندم، استاد عینی را در یک جایش اشاره دارد، در زیر صحیفه می نویسد که وقتی که خب به همون گناه نکرده استاد عینی که در نمایش شکرانه جدیدها گویا اشتراک کرده باشد، او را از حجره اش گرفته میبرند ارک امیر و در اونجا 75 چوب میزنند. در همین حالت خوشبگی سروزیر که باید خب کی بودن عینی را معین میکرد، از حاضرین، از اهل دربار و اونهایی که در اطراف جمع آمده بودند میپرسد که آیا همین عینی است؟ همه با یک آواز میگویند که عینی عینی عینی. استاد می نویسد که از بین این آوازها من آوازی شنیدم که کسی میگفت نه این عینی نیست. من به اون طرف نگاه کردم که کیست او؟ دیدم که میگوید یکی از مشاقهای دربار امیر بود، هنرمند، و او من بسیار خوب میشناخت، دوست من بود، اما فریاد کرد که این عینی نیست، چون که میدانست که اگر مرا 75 جوب زنم احتمال مردن من بود. و استاد عینی می نویسد که خوب شد که این صدا را خوشبگی نشنید، اگر میشنید او را هم برای این دروغگوییش 75 چوب میزد که حتما میمرد. ببینید در اونجا یک نفر از زندگی شاهانه گذشت، در اینجا یک نفر از زندگیش گذشت و میسازد که هر یک کسی که به دست قلم میگیرد به خاطر اقلا همین یک نفر زحمت نویسندگی و شاعری را به دوش بگیرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امام علی رحمان اولین عنوان قهرمان تاجیکستان را به استاد عینی اهدا کردند. این فرق دولت صاحب استقلال و دنیوی است. در سر این مسئله فکر کنید. فرق دولت دنیوی از امارت بخارا چگونه است و رهبر این گونه دولت چگونه انسان است. حالا من در همون زمینه‌ای که استاد عینی 75 چوب ناحق خورده بود شعر گفتم با نام آفتاب خونشار و حالا برایتان اونم میخوانم. تیره و پربیم بود پهنای ارگ، رفته بود خورشید از بالای ارگ، لشکر و درباریان از دو طرف در میان ارگ میدان بسته صف، حکم می بردند عینی را کشان، بود سرش بر مشت بدخواهان نشان، خیرگی می کرد توف بر روی نور، تا کند چون خیش او را نیز کور، لیک عینی بیگمان می دید دور، عالمی مزدور و مرگ این صدور، چون فرامد باز مشت بر سرش، رفت زوری آخرین از پیکرش، هوشش آمد که زیپا افتانده اند نزد یک غول به زانو
ماندند. خواست بر پا ایستادن استوار، اختیار کرد اما کو مدار. خوشبیگی گفت این عینی بود. ها بله گفتا گروه دیو و دد. ناگهان آمد صدای سینه سوز، نیست عینی این خدایا این چه روز. دید عینی در زمان سوی صدا، قوت دل گشت آن حرفی وفا. زیر لب می گفت عینی چاره جوی، بلکه این می گفت هر یک تاری موی. ای دو تاری فقیر از عوام، ای تو ناموسی عزیز و پاک عام. یک همین آواز تو آمد به گوش، از میانی شور و غوغا چون سروش. یک همین آواز تو بس بود مرا، تا سپر گردی به جان خود مرا. بعد از این آینده هم نابود نیست، رنج من بیهوده و بیسود نیست. ای فدای این دروغ تو منم، من برای راستین جان میکنم. پس صدای خوشبیگی شد بلند، چون به سنگ خوردنی نیشی کلند. چوب می باید زدش 75 تا بداند خوب آزادی چه گنج. غله‌ای بگریفت در پشتش ورا، دامنش بردند تا گردن فرا. 2 نفر از دست و پایش داشتند، با عداوت چوب ها برداشتند. کرد سر میری غضب، 1 2 3 4 می فرامد ضربه ها بر پشت زار. کنده هر یک ضربهش 1 لخت گوشت، کوفت در هم پاره های سخت گوشت. چوب شد خون از خون چو شاخ ارغوان، از لبی عینی نه آمد یک فغان. بس که در پشتش نماند از گوشت هیچ، استخوان از ضربه ها میخورد پیچ. چون حسابی چوب ها بشنید شست، گویا جسمش به حوض خون نشست. یک زمان 66 آمد به گوش، ازدحام و مشمشش آمد به گوش. این چه سگجانه که حالا زنده است، غرق خون و سر به بالا زنده است. باز 9 ضربه دیگر آمد به پشت، او نگه بر خوشبیگی کرد کشت. دید میدان کافتاب تازه رو، می دمید از شانه خونشار او. انا همون آفتاب خونشار امروز آفتاب استقلال ما هست. میخواهیم، آرزو میکنیم، امید میکنیم و زحمت میکشیم که آفتاب استقلال ما همیشه درخشان باشد که برایش استاد عینی 1 عمر خدمت کرده است. سلامت باشید. ما شاد و سرفرازیم که حکومت کنونی تاجیکستان، دولت صاحب استقلال تاجیکستان برای جشن 140 سالگی استاد عینی کوشش های زیادی به خرج داده. باغی به نام استاد عینی را از نو ترمیم و تجدید کرد، هیکل استاد عینی را برقرار نمود و ما افتخار میکنیم که یک شخصیت بزرگی که در تلاش در سرگاه تلاش های استقلال خواهی تاجیکان پرچم بردار بود. امروز نیز از جانب هم دولت مردان امروزه و هم ادیبان و هم خوانندگان تاجیک قدرشناسی و استقبال می‌گردد. من گمان میکنم که 200 سالگی استاد عینی
300 سالگی استاد عینی و غیره با طوری بسیار پرشکوه تجلیل می‌گردد و ملت ما به جهانیان نشان می‌دهد که ملت تمدن‌ساز، ملت فرهنگ آفرین است، ملتی است که اگرچه شمشیر را از دست داده بود با قلم جهان را گرفته است. همون بیت مشهور ناظم به استاد عینی صدق میکند، میگوید که جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر، به یک مصرع دو عالم را مسخر میتوان کردن. استاد عینی البته یک مصرع نگفته است، آثار بسیار گفته است، در 15 جلد چاپ شده است و این سال تجدید یعنی چاپ نوی آثار عینی سر شده است، تقدیم خوانندگان میگردد. استاد عینی با آثار فراوانش شاعر و نویسنده پرکار بود، جهان را تسخیر کرد. زنده بود خلقی که مثل فردوسی و عینی شاعر و نویسنده بزرگوار. ما بسا شاد و سرفراز هستیم که اتحاد نویسندگان تاجیکستان 140 سالگی استاد عینی را با شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفت و در این تالار سخنهای زیاد درباره استاد عینی شدند و من همچون یک خواننده اثرهای او، یک مخلص او، با تمام هستی جانبدار آن هستم که نام و کار و پیکار استاد عینی جاویدانه بماند. من بعد درباره رمان‌های استاد عینی، درباره فیلم‌هایی که از روی اثرهای استاد عینی آفریده شدند، درباره استاد عینی و تئاتر، استاد عینی و موسیقی، ما در همکاری با دانشگاه‌های پایتخت، وزارت فرهنگ، اکادمی علم‌ها، محفل‌های دیگر نیز برگزار خواهیم کرد. استاد عینی با همه شکست اندر شکست های قسمت پیشانی به سخن خالصانه بغرضانه دیل بست، به عباره مردمی به سخن دیل داد. چون به سخن دیل داد به بزرگترین اعجاز حق روبرو شد و این مهر او را تا به کاشانه محبت به انتهای خدا و خلق بالا برد. یعنی سخن استاد عینی را به مقام هدایت کرد که در اوجیان غیر از عدالت دیگر چیز ارزش ندارد. پس از روی صداقت، صمیمیت و عدالت بود که لحظه یاد او و روزگار او داشتیم با هم و یقین بود که پیرایه میراث ماندگار استاد عینی، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک، همچنان قهرمان ملت به قد همه حاضرین خواهیم افتاده. پس یادی او در سبزترین فصل واژه ها سبز و مبارک باد برای شما ای هموطن.